إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. مسخره است. تو نیز از خدایانی؟ برای دیدن آمون و دیگر خدایان باید به معبد می آمدم و در حضورشان می ایستادم تا بتوانم با آنان سخن بگویم. اما یوسف از درون اتاق خود یا هر جای دیگری با تو سخن می گفت. من احساس می کنم چندیست همه جا در حضور تو هستم. تا چند روز پیش احساس تنهایی می کردم، ولی اکنون احساس می کنم حتی در خلوت، آنجا که هیچ کس نیست، یکی در کنار من است. نمیدانم که هستی و چه هستی. هنوز نمیتوانم بگویم به تو ایمان دارم، اما احساس میکنم که تو در کنارم هستی و همیشه مرا زیر نظر داری. نگرانم که مبادا دوباره تنها شوم. خدای یوسف، از تو میخواهم که ترکم نکنی. من از غربت و تنهایی میترسم. دیگر کاملا یاد گرفته و به نابینایی عادت کرده است. میدانی، من گمان میکنم همینک تو با یوسف سخن میگویی. نه، یوسف با تو سخن میگوید و تو او را نگاه میکنی.
او اینک در محضر توست. وقتی تو در کنار منی حس میکنم یوسف نیز در کنار من است. ما هر دو در حضور تو هستیم. سپاسگزارم که به دیدارم میایی و شبهای تارم را روشن میکنی. چند شب است بی رعب و وحشت میخوابم. احساس میکنم تو همیشه بیداری و همیشه نگهبان من. خاندان یعقوب منتظرم. باید امروز باز میگشتن. نکنه از حادثه رخ داده باشه. تو نمیتوانی حرف امیدوار کننده بزنی؟ گله نکن پسرم، به زودی پدرت میآید. چرا دیر کردند؟ کنعانیان که دیروز آمدند. چرا تحمل نکردید با یکدیگر بیایید؟ ما که نمیدانستیم چند روز دیگر باید صبر کنیم. شاید چند روز دیگر صبر میکردیم و نمی آمدند. پروردگارا، همان گونه که کنعانیان را خوشحال کردی، با آمدن فرزندانم قبیله ما را نیز خوشحال. همسفران ما اکنون به کنعان رسیدند. آنها 3 روز از ما جلوتر هستند. خاندان ما نگران میشوند که مبادا برای ما حادثه‌ای رخ داده باشد. به خصوص که دیدن ما با ماموران عزیز مصر رفتیم و دیگر باز نگشتیم.
ممکن است فکر کنن که عزیز مصر بلایی بر سر ما آورده. نگران نباشید. اگر کمی تعجیل کنید زودتر میرسید. تعجیل کنید! تعجیل کنید! عجب بوی نانی می‌آید. پذیرایی شایسته به یاد مادر افتادم. معلوم است چه می‌کنن؟ همون مقدار که آماده است بیاور تا نانهای بد آماده شود. اگر این آرد را برای توشه راه نداده بودن بدون نان چه می‌کردیم؟ آسیاب که برای آرد کردن نداریم. باید گندم خام را می‌جویدیم. خدا خیرشان دهد. مساعدت بسیار کرد. خدا مساعده. اگر 3 روز ما رو معطل نمی‌کردن اکنون رسیده بود. به راستی که تو مثل گربه میمانی. محبت‌های دیگران هیچگاه در خاطرت نمیماند. نفتالی چه شد؟ مردیم از گرسنگی. تعجیل کن. جناب رودامون؟ جناب رودامون، خوشحالم که شما رو میبینم. بارناباری است. افسر خوب من، چه میکنی؟ میبینید که مسئولیت سابق شما را به من سپردند. ما مدت ها از تبس دور بودیم. از حوادث تازه چه خبر؟ همه خبرها در تبس به یک نفر ختم میشود. یوزارسیف. نام او نه فقط در تبس که در تمام سرزمین مصر فرد زبان هاست. این نام پیش از مردم مصر برای من و تا آشنا بود. آماده ای؟ من او را شیوه جنگاوری آموختم و او مرا راه و رسم انسانیت و خدا پرستی. اینک کجاست؟ خوب میدانید که اگر او نبود من به جای نیمفرکپتاه به زندان میرفتم. او در حال رسیدگی به امور تبس و معبد آمون است. از بانو زلیخا چه خبر؟ سال هاست که او را ندیدم. بانو زلیخا پیر و نابینا گشته. آنجاست. همیشه آنجا می نشست. امروز نیامده. ببینم این پیرزن نابینا که اینجا می نشست کجاست؟ زلیخای نابینا. نمیدانیم. امروز او را ندیدیم. مهم نیست. خودم پیدایش میکنم. تو مراقب پست خود باش. آهای چه میخواهید؟ به به باز هم محافظین بانو زلیخا. باز هم شما 2 نفر؟ اینجا چه میکنید؟ دیگر بانو زلیخا چیزی برای بخشیدن ندارد.
حیف شد. از جانب جناب یوزارسیف برای بانو زلیخا خبر بسیار مهمی داشتیم. آری تاما تیامنی چه شده؟ اینها که هستن؟ همون مزاحمین ولگرد همیشگی بانو. خبر مهمی داریم زلیخا. احمد بانو زلیخا شنیدی؟ ببخشید بانو زلیخا. به هر حال دیگر چیزی برای بخشیدن ندارم. حیف شد، چون یک نفر از طرف یوزارسیف به دنبال شما میگردن. بیا اینجا ببینم. در خدمتیم بانو. باز هم مثل همیشه دروغ میگویید. باز هم قصد فریبم را دارید. نه بانو، دستش را در دستان شما میگذاریم، آنگاه مژدگانی بدهید. خوب است. شما که میدانید حتی به خبرهای دروغتان در خصوص یوزارسیف هدیه میدادم، اما اینک دیگر هیچ چیز ندارم. ما هم متاسفیم. آنکه به دنبال شما میگشت از افسران عالی رتبه مصر بود، مگر نه؟ خب برویم. صبر کنید ببینم. الان باز میگردم. خب قاصدی که گفتید کو؟ به محض دریافت هدیه او را به اینجا خواهیم آورد. نگران نباش. اول قاصد آن مرد را به اینجا بیاورید و هدیه خود را دریافت کنید. بانو، تا هدیه خود را دریافت نکنیم از آن مرد خبری نیست. ببینید، هدیه گران قیمتی است. آن مرد را بیاورید و این هدیه را بگیرید. بردن! بیستی دوسته کسی! بردن! آنها را بگیرید! کجا می‌برید؟ من نمی‌کنید جمالی جناب. به دنبال شما می‌آمدم. به دنبال من؟ مرا از کجا می‌شناسید؟ مگر شما از قصد نیامدید؟ چرا این سوال را می‌کنید؟ هرچه به این بانو میگویم یک نفر از قصد به دنبال شما میگردد مگر باور میکند؟ شما از قصر آمده اید؟ منظور شما را از قصد نمیفهمم. به دنبال من آمده اید؟ آری، به دنبال شما میگشتم. بسیار خوب، تو میتوانی بروی. او را رهایش کنید. ولی کندیس آمان؟ چیزی نیست، من آن را هدیه دادم. آمان را هدیه دادید؟ مگر تو آمان را نمیپرستی؟ نه، من خدای یوسف را میپرستم. وقتی آنان گفتند که تو از جانب یوسف به دنبال من آمدی، آمون را به آنها بخشیدم. مجازات آنها بماند برای بعد. آنها دروغ گفتند. من برای دیدن شما آمدم، اما نه جانب یوزارسیف. چی شد بانو؟ بانو
نمیدانم چرا سانوانم سست شد. چرا رنگتان تغییر کرد بانو؟ تا حال امیدت ناامید گشته است. این همه دروغ شنیده ای، این همه فریبت دادم، اما هنوز هوشیار نشده ای. گمان میکردم پیک یوزرسیف نزد من آمده. شما با این ظاهر پشمرده با چشمان نابینا یوزرسیف را میخواهید چه کنید بانو؟ تو کیستی بیگانه؟ از چه مرا بانو خطاب میکنی؟ میشناسیم یا ژنده پوش بینوایی چون مرا به سخره گرفتی؟ رودامون بانو، شما رودامون هستید؟ به خدا سوگند که از همان ابتدا در نظرم آشنا آمدید. کجا بودید رودامون؟ بارها و بارها به اسکله سر زدم، از خیابان قوچهای سنگی گذر کردم، سراغتان را از دوستهایتان گرفتم، اما شما را نیافتم. من نزدیک به 10 سال در جنگ با سرزمین های دیگر بودم. گمان هم نمی کردم که شما به این روز افتاده باشید. فراق یوسف مرا به این روز انداخت. امیدوار بودم شما او را نشانم دهید. شما که چشم ندارید چگونه میخواهید یوزرسیف را ببینید؟ دیدار یوسف چشم سر نمیخواهد. همین که بوی او را استشمام کنم کافی است. اگر روزی او را ببینم تقاضا خواهم کرد تا مرا در گوشه ای از قصر خود سکنا دهد تا همیشه در کنار او باشم و هر روز بوی او را استشمام کنم. ولی افسوس که آرزوی دست نیافتنی است. از کجا معلوم؟ سعی میکنم یوزرسیف را پیدا کنم. من ناامید نیستم. به محض اینکه از یوزرسیف خبری یافتم باز میگردم. نکند چون گذشته ناامیدمان کنی. نگران نباشید. من به شما امید بستم. بانو اطمینان میدم که بازگردم. از جناب یوزرسیف خبری ندارید؟ نه، مدت نیست از او بی اطلاع. حرکت کن. یادگاه میرسم احساس میکنم از یوسفم غافل ماندم. رسم عاشقی از پی معشوق رفتن است. اگر رودامون آمد و یوزرسیف را پیدا کرد چگونه به شما خبر دهد؟ میبینید که تا کنون منتظرش بودم و نیامد.
فکر نمی کنم باز کرده. بروید. برو بریاس. از جناب یوزرسیف خبری داری؟ بله عالی جناب. جمعیتی را که می‌بینید برای شنیدن سخنان یوزرسیف به معبد می‌روند. او امروز در معبد برای مردم سخن خواهد گفت و برای اولین بار در معبد آمون به جای ستایش تندیس‌ها خداوند یکتا را ستایش خواهد گفت. قصر پوتیفار حرکت کن. دیامنی کجا هستی؟ کسی اینجا نیست؟ بانو زلیخا کجا هستی؟ کنار بروید، کنار بروید. جناب یوزرسیف قصد بیرون آمدن دارند. یوزرسیف از قصر بیرون آمد. درود بر صدر اعظم مصر، درود بر ناجی و رزاق مصر، درود بر مالک و صاحب اختیار مصر، درود بر مشاور و معبر مصر، صاحب کتاب زرین عالی جناب یوزرسیف. درود خداوند بر شما نگهبانان و حافظان شجاع مصر. که برده ای را به خاطر اطاعت سرور و عزیز مردم مصر کرد و صاحبان قدرت و شوکت را به خاطر عصیانشان به خاک مذلت نشاند. آن پیرزن نظرم آشنا می‌آید. آیا او را در جایی دیده ای؟ نمیدانم. کنایه سخن او را دریافتی؟ منظور از برده ای که عزیز مصر شده شما هستی؟ او باید خود بزرگزاده‌ای باشد که زیر دست شده، اما از کلامش پیداست که از هدایت شدگان است. مالک، ببینم پیرزن چه می‌خواهد. جناب یوزرسیف فرمودند هر نیازی دارید برآورده کنیم. از ایشان چه می‌خواهید؟ من فقط میخواهم با جناب یوزرسیف سخن بگویم. تقاضای دیگری ندارم. فقط می‌خواهند با جناب یوزرسیف سخن بگویم. بوی یوسف میآید.
آیا یوسف اینجاست؟ مرا یوسف فرستاده. به من بگو پیام تو را به او خواهم رساند. تو بوی یوسف مرا میدهی. کیستی؟ با او چه نسبتی داری؟ من آسنات همسر عزیز مصر هستم. بگو چه میخواهی؟ این زن چه گفت؟ درست نشنیدم. من آسنات همسر عزیز مصر هستم. همسر جناب یوزارسیف. بانو چه شد؟ بانو چه شد؟ شما را چه شد؟ سالها نگذاشتیم بفهمد، اما بالاخره فهمید که یوزارسیف همسر دارد. چرا به او نگفتی که این بانو زلیخا شاهدین یوزارسیف است؟ پیش روی آسنات باید میگفتم که عاشق همسر توست. میخواست با شما سخن بگوید، اما تا شنید من همسر شما هستم از هوش رفت. بانو زلیخا، بانو او را کجا دیدن؟ گمان میکنم او پیرزن رویاهای من است که چندین بار با چهره‌ای پوشیده از من استمداد میطلبید. همان که به دنبالش میگشتی؟ نمیدانم، شاید. در هر حال او را به قصد ببرید، از او مراقبت کنید تا من بیایم. برویم ما. ما را به کجا میبری هارم خوب؟ به قصر آخناتون، به دستور فرمانروا. آماده هستن جناب هارم. حرکت میکنیم. هارم میتوانم سوال بکنم؟ پاسخ میدهم جناب آن ما. میتوانید بپرسید. فکر میکنی آمنوته یا به قول شما آخناتون برای چه ما را احضار کرده؟ برای محاکمه. او تصمیم دارد شما را در حضور تعدادی از مردم شهر محاکمه کند. در بین مردم شایع شده که آمون سخن میگفته و خدای زنده بوده، نه تندیس. آخناتون میخواهد بداند که آمون چگونه سخن میگفته. من پاسخ آخناتون را خواهم داد، اما شما که از دوستان ما بودید و با حمایت ما به فرماندهی لشکر مصر رسیدید، چرا تنهایمان گذاشتید؟ ما از شما انتظار یاری داشتیم. من هنوز هم آمون را میپرستم و برای شما هم احترام قائلم، اما پیش از آمون باید آخناتون را اطاعت کنم، چرا که او فرزند خداست.
یعنی همه فرمانروایان مصر مقام نیمه خدایی دارند. او فرمانروای من و همه مردم مصر است. خیلی دلم میخواهد برایتان کاری انجام دهم، اما نمیتوانم. آیا میدانی چه کسی میخواهد ما را محاکمه کند؟ گمان میکنم یوزارسیف. یوزارسیف هنوزم دست بردار نیست؟ نمیخواهد ما را به حال خود رها کند؟ خداوند یکتا را به خاطر همه نعمتهایش ستایش می‌کنم. اگر به لطف اراده خداوند یکتا نبود، ما به فکر پیشگیری و چاره‌جویی برای مهار قحطی نمی‌افتادیم و معلوم نبود به چه سرنوشتی گرفتار می‌آمدیم. نیل را بنگرید که چگونه خشکیده، دشت‌ها و مزارع را بنگرید که چگونه تفدیده. سرنوشت ما هم جز این نبود. اکنون بسیاری از بلاد دیگر نیازمند یاری شما هستند. اگر عنایات خداوند نبود، اکنون شما نیز چون دیگر بلاد نیازمند و درمانده بودید. پس این نعمات و عنایات را پاس بدارید و شکر بگویید. حال که دیوهای سرد و سنگی و نشانه های زلالت و گمراهی را نمی پرستید، به جاست که ستایش و پرستش خداوند یکتا را به جای آن بنشانید. از امروز فرمان داده ایم در معبد آمون خدای یکتا ستایش شود. خداوند قلوب همه ما را بیش از پیش به نور هدایت منور کند. باید اقرار کنم که تو از من قوی تری. یوزارسیف همیشه رو دامون را استاد خود حرکت کن. رودامون؟ بله عالی جان، رودامون هست. تاکنون کجا بودی؟ در جنگ چندین ساله با همسایگان شمالی بودم، همراه جناب هرم ها. از این پس همیشه در کنار من باش. دیامنی، ما کجا هستیم؟ اینجا کجاست؟ اینجا منزل جناب یوسف است. من شما رو به اینجا آوردم بانو. شما آسنات هستین؟ همسر یوسف نبی؟ من گمان می‌کردم جناب یوسف را بسیار دوست می‌دارم. اما آنگونه که از ندیمه های شما شنیدم، عشق و محبت را باید از شما آموخت. نزدیک 30 سال اشک و آه و اشتیاق، 30 سال فراق و ملامت و دوری. به خداوند قسم این گونه عاشقی را باید ستود و این بردباری را باید تقدیس نمود.
عشق من به آن پاکی که شما گفتید نبود. یوسف برتر از آن است که گناهکار آلوده‌ای چون مرا لایق عشق او باشد. من عشقم را با هوس و تمناهای نفسانی آلوده کردم و مجازات آن را هم به دوش کشیدم. شما گمان می کنید همه چیز را می دانید. 30 سال بار ملامت، 30 سال نیش و کنایه شنیدن، تحقیر شدن، 30 سال ناله کردن و اشک ریختن، 30 سال کو به کو دویدن، 30 سال دویدن و به مقصود نرسیدن. مجازاتی بود که تحمل کردم و دم بر نیاوردم. آگاهی من محدود به لحظات کوتاهی است که در کنار شما هستم و از زبان ندیمه هایتان درباره شما شنیدم. اگر از شما هیچ ندانم و از آنچه بر شما گذشته بیخبر باشم، بر من ایرادی نیست. باید دید چرا یوسف از شما بیخبر بوده. او باید پاسخ این بیخبری را بدهد. نه، شما را به خدا این گونه از یوسف سخن نگویید. کمی تحمل کنید، من باز میکردم. جناب یوزارسیف کجا رفتن؟ اکنون در تالار بزرگ نزد فرمانروا آخناتون هستند. بابم بیاد. آسنا صبر کنید. آسنا آخر یوسف از کجا بداند بر من چه گذشته؟ یار و غمخوار همه مردم است. کوهی از مشکلات و غم و اندوه او را احاطه کرده. متعلق به زلیخا نیست که به او بیندیشد. شنیدم هر زمان که تو در معبد بودی آمون با مردم سخن می گفت، هر زمان که نبودی سکوت می کرد. تو خود باور می کنی آمونی که آنگونه حقیرانه توسط کاهنان پنهان شده بود بتواند سخن بگوید؟ با دلایل واهی مردم عادی را می توان فریفت، اما جناب یوزارسیف را نمی توان. حقیقت هم این بود، از پنجره نزدیک آمون با مختصر تغییری در صدا با مردم سخن می گفتم. انعکاس صدا در معبد این امر را بر بعضی مشتبه می کرد که آمون سخن می گوید. تو انسان زیرکی هستی آنخماهو. چرا از این درک و درایت در جهت کمک به مردم بهره نمی گرفتی؟ تکرار یک مطلب کذب گاه موجب می شود که خود گویندم آن مطلب را باور کند. تکرار موجب شده بود با به راستی آمون را خدا تصور کنید. چرب شیرین دنیا و حماقت و نادانی مردم هم خیلی وسوسه انگیز. مردم این گونه می‌خواستند، ما هم به نفع خود بهره می‌گرفتیم. فکر نمی کنید که حماقت مردم هم از آن دروغ‌هایی است که به خاطر تکرار باورتان شده؟ مردم احمق نیستند. چون حقیقت را از آنان پنهان کرده اید، کذب شما را حقیقت پنداشتند. شما حق و باطل را در کنار یکدیگر به آنان عرضه کنید تا ببینید کدام را انتخاب می‌کنند. بانو آسنات همسر عزیز مصر اجازه ورود می‌خواهند. بگویید وارد شوند. بانو آسنات نیاز به اجازه ندارند.
امیدوارم نبی خدا مرا عفو کند، چون میخواهم از ایشان به محضر فرمانروا آخناتون شکایت کنم. آسنا، امروز محاکمه کاهنان است. محاکمه مرا بگذار برای وقتی دیگر. من تعجیل دارم، نمیتوانم صبر کنم. محاکمه کاهنان بماند برای بعد. آسنات سخن بگوید. میخواهم بدانم عزیز مصر جناب یوزارسیف که تمام عمر خود را صرف آسایش جسم و روح مردم مصر کرده، چرا باید از حال و روز آواره این نابینا و پیر و دل سوخته بیخبر باشد؟ چه شد؟ بانو چه شد؟ شما را چه شد؟ پیرزنی را که تو میگویی از کجا باید میشناختم؟ او حتی در رویا ذهن مرا به خود مشغول کرده بود و تو شاهد بودی. من از کجا او را پیدا میکردم؟ شما او را میشناختید و به او بی‌توجه بودید. همان کسی که شما را با محبت سالها پرورید و آنگاه که شعله عشق در وجودش شعله‌ور شد و همه هستیش را به آتش کشید، به حال خودش رهایش کردید. او همان زلیخاست. زلیخا؟ نه، این ممکن نیست. زلیخا اشرافزاده زیبا و متمول بود. چگونه ممکن است او زلیخا باشد؟ عشق شما او را به این روز انداخته. 30 سال به انتظار شما بوده. 30 سال آواره کوی به کوی به دنبال شما گشته. تمام هستی، جوانی و زیباییش را فدای شما کرده و آنگاه شما از او غافل بوده. این نیست که تو میگویی آسنات. همه ی حقیقتی نیست. جناب فرمانروا 12 سال پیش خود مرا از زندانی که پوتیفار و زلیخا برایم تدارک دیده بودند آزاد کردند. ما شاهد بودیم که چگونه زنان اشراف مصر و زلیخا به یوزارسیف تهمت بستند و او را 12 سال به کنج زندان انداختند به جرمی که او هرگز مرتکب نشده بود. همه به خیانت خود اعتراف کردند و به بیگناهی یوزارسیف شهادت دادند. اما من که از زندان آزاد شدم با آنان چه کردم؟ هیچ. همین که زلیخا و شوهرش را مجازات نکردم، باید خداوند را شاکر باشم. از طرفی من از کجا باید میدانستم که دومین زن مصر با آن همه شوکت و مکنت به چنین روزی افتاده؟ او از اوج به زیر افتاده و اکنون نیاز به دلجویی داره. تو خود میدانی که من از هر کس به این دلجویی مشتاق دارم. سالهاست پیرزن نیازمند رویاهای مرا رنج میدهد و آرزوی برآوردن حاجات او را دارم. اگر اجازه دهید من برای دیدن زلیخا مرخص شم. نه خیر، ما همه مشتاقیم که این پاکباخته دلسوخته را ببینیم. اگر اجازت دهید من او را به اینجا بیاورم. او را به اینجا بیاورید.
خداوند می‌فرماید زلیخا زجرهای بسیاری کشیده و خطاهای خود را جبران کرده. او اینک زنی با ایمان و یکتاپرست میباشد. از او دلجویی کن، او را به همسری برگزین و بدان دعاهای تو در حق او مستجاب می‌شود. از تو دعا کردن و خواستن، از خداوند پذیرفتن و اجابت کردن. پیامی تازه بود یا نبی خدا؟ فرمان عجیبی بود. هم شد که از زلیخا دلجویی کرده او را به همسری انتخاب کنم. ازدواج با این پیرزن عاجز و درمانده؟ او که فرتوت و نزار است. فرمان خداوند یکتاست که با این پیر دلسوخته ازدواج کنه. مرا با وجود همسری به زیبایی تو چه نیاز به همسر؟ او هر چه باشد برای من تفاوت نمی کند. من از لطف پیامبر خدا سپاسگزارم. اگر زلیخا زیبا و بی همتا هم بود، من هم فرمان پروردگار را اطاعت می‌کردم. بانو زلیخا و همراهان اجازه ورود می‌خواهند. یوسف نبی را استشمام میکنم.
گمان میکردم به حضور نبی خدا مشرف میشه. تو هستی زلیخا؟ روزی من بودم، اکنون همه تویی. زلیخایی در میان نیست. نمیپرسی آن همه ثروت و محنتم چه شد؟ میدانم همه در راه یوسف صرف شد. نمیپرسی آن همه جاه و جلالم کجا رفت؟ شنیدم همه را در راه من فنا کرده ای. نمیپرسی آن همه زیبایی و جمال چگونه زایل شد؟ درد عشق جانسوز است و تنگ و داز. حال بگو ببینم آن همه عشقت به یوسف کجاست؟ آن عشق هنوز پابرجاست. با تمام وجود آن را پروریده درون سینه محفوظ داشتم. مرا ببخش اگر از تو بیخبر بودم. اراده او که فوق اراده هاست مرا بیخبر گذاشت. قصور از من نیست. این تو هستی که با من این گونه ملاطفت میکنی؟ نه، این حق است که با تو این گونه عنایت میکنم. اینک تو مورد توجه پروردگار یکتا هستی. بگو از من چه میخواهی؟ چه آرزو کنم که ندارم. محبوب میخواستم که در کنار من است. معبود میخواهم که در محضر او هستم. تنها یک آرزو دارم، دیدار یوسف. آن هم دیده بینا میخواهد که من ندارم. اگر معشوق را توان بینا کردن دیده تو نیست، معبود را که هست. تو از معبود بخواه، من نیز دعا میکنم. اگر مشیت او باشد دیده تو بینا میشود.
پروردگارا بر دیدگان این بنده ملتمس نوری فرست و همان گونه که دل او را به نور ایمان منور کرده ای دیده او را نیز روشن کردم.